23 سال ایسی کار کردم، یک تین اویلگاش هم نیست، بونسش مهنت و مکافاتش منم کرگی ویر مخصوص. رئیس یک دهه در کنیبادام میگوید آبادکاری‌های او باعث به یک حکم دادگاه شده است. عبدالملک صدیقوف گفت برای گذراندن خط آب و منفرش کردن راه‌ها بعضی درخت‌ها را برید و اکنون دادگاه او را به آسیب رسانیدن به طبیعت گناهکار کرده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. عبدالملک صدیقوف 3 سال باز رئیس دهه نورافشان در جماعت پتر کنیبادام است. او تا این وقت در روسیه آشپز بود و با دعوت ساکنان به وطن برگشته این وظیفه جمعیتی را به دوش گرفته است. صدیقوف میگوید در آغاز فعالیتش جدا شدن مبلغ از فاند امریکایی یوساید برای گذراندن آب برایشان الهام بخشید و آبادکاری را در دیگر سمت‌ها به راه ماندند. حاجی طالب جان که یکم بردی سرکرده دادن 700 متر از حساب اویلشان حجبه نرفته اسفال کردن. همون سرکرده دیوم سبتش مانده دوتا قبرستان است. دیوم قبرستان تا مرکزه با بچه ها وای کردن که همون پولی که جمع شدگی حج و عمره با وای کرد دیها به سر کردن. در دهه نورافشان کوچه مرکزی و 4 خیابان دیگر را در حدود تقریبا 7 کیلومتر با حشر منفرش کردند. این به ساکنان خوش آمد. پیشتر این کوچه ها همه خیلی تنگ میدان بود که فقط یک دانه مترسچه وای ماشین گذشته اگه. اینجا سفید دار بود. ما حشر کرده هم مخاله حشر کرده هم سفید داره گرفته اگه. این مال منم این 20 ولت همون باید مشید کرده اپاس نبوده مخاله و یک 10 سال پیش همون سفید دار رسیده پجر شده برفتگی هم اینا همه میداند گرسی بیتم برای همون ما اینجا گرفتیم من اصلا دیدیتم همه خلق یک شده همون رهایی همه جای اسفال کرد. ولی همین درخت بوری سبب مرافعه دادگاهی شد و تلاش‌های دیگر را باز داشت. скоро келиши мумкин пожарниlar келиши мумкин ماشین یاری تعجیلی آمدنش ممکن ماشین سوختار خاموش کنی آمدنش ممکن با این راه در آمده نمیتواند برای همه شرایط شدنش در کار است ما دیگر کوچه ها را وسیع کردیم ولی نوبت به این کوچه آمده بود که کارمندان اکولوژی به ما مشکلی پیش آوردند و همه خاطر کار ما باز ایستاد به همه مسئله ها مردم ما اهلانه سهم میگذارند رئیس ما دوادوی کرده ایستاده اند لیکن معمای پیش آمده فقط با کارمندان اکولوژی وابسته است. برای به اجازت بریدن بیش از 60 درخت سرسبز و سایه افکن ماه فوریه امسال نسبت عبدالملک صدیقوف از روی ماده غیر قانونی بریدن درخت و بوته ها پرونده باز شده است. درخت بری آبادانی نمیدارد که درخت تر بردگی باید طبیعت به ضرر رساندن سال بشد. ما آشکار کردیم پیشنهاد کردیم پرکاتور خودشون آغاز کردن. دادگاه شهری کنیبادام هفته گذشته صدیقوف را بیش از 80,000 سامانی جریمه بست. ولی صدیقوف میگوید از حکم ناراضی است و به زینه‌های بالایی شکایت میبرد. نمیدانم من این خیلی پول حال کار کردم نه. 23 سال ایسی کار کردم یک تین اویلگاش هم نیست. بونسش مهنت و مکافاتش منم کرگی ویر مخصوص. چندی از ساکنان نورافشان با جانبداری از زحمت‌های عبدالملک صدیقوف میگویند که به خاطر تلاش‌هایش در آبادی‌ها از جمله کشیدن خط آب و نوسازی راه و تالار ورزش و بنگاه طبی و قبرستان دهه گناهش به طور استثنا بخشیده شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.